السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. با سلام خدمت شما برادران رساله حق. علیکم السلام. شیعه هدایت شده هستم از ایران، شهرستان قائمشهر. حجت هستم. از برنامه خوبتان کمال تشکر را دارم و امیدوارم که همیشه پیروز سربلند باشید. از آنجایی که هدایت شدم ولی مشکل وضو گرفتن و نماز خواندن را متاسفانه بلد نیستم. در صورت امکان کتاب صحیح جناب مسلم و کتاب صحیح جناب بخاری، کتاب جناب حضرت علی نهج البلاغه و کتاب قرآن را از شما خواستارم. در صورت امکان با تشکر فراوان از رساله حق. حجت هستم از قائمشهر. پیروز سربلند باشید. خدا نگهدار. الله حافظتان. متشکرم از تماس شما حجت جان و تشکر از ابراز لطفتون.